بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمام جرسایبان عزیز و دوستانی که سلسله دروس واحدهای اندازه‌گیری تعقیب میکنند. به ادامه درس‌های قبلی امروز سومین جلسه هست در رابطه با سوالات و همچنان واحدهای قوه در سیستم یو اس و اس آی مباحث خواهیم داشت. البته به خاطر کدام منابع انجینری که نیاز داشتین میشه همچنان کانال تلگرام ما را سابسکرایب بکنین و جوین شوین. و همچنان اگر سوال و پیشنهاد داشتین میشه که در ایمیل و شماره واتساپ ما با ما به تماس شوین. همچنان به خاطر دریافت جدیدترین ویدیوهای آموزشی کانال یوتیوب ما را هم سابسکرایب بکنین. خب میریم در رابطه به سوالات. در رابطه به سوالات در ابتدا باید قبل از اینکه سوالات بحث بکنیم این مفاهیم باید یاد داشته باشیم. یعنی 1 کیلوگرم ما میشه 1000 کیلوگرم 1000 گرم و 1 تن ما میشه 1000 کیلوگرم. به این شکل 1 پوند ما میشه 0.436 کیلوگرم و به این شکل 1 پوند ما میشه 4.448 نیوتن. اینا رو باید قبلا یاد داشته باشیم و حفظ بکنیم، یادداشت بکنیم به خاطر حل سوالات. میریم در رابطه با پرابلمز. خب اول واحدهای قوه را در سیستم یو اس و اس آی بحث میکنیم. در سیستم یو اس آی واحد قوه ام پی ای هست، یعنی نیوتن بر میلیمتر مربع. یعنی این مقدار قوه در فیواید سطح این هم واحدش نیوتن بر میلیمتر مربع در سیستم اس آی میشه که البته 1 نیوتن ما میشه بر 1000 کیلو نیوتن و 1 کیلو نیوتن ما میشه 1000 نیوتن. این باید ما حفظ داشته باشیم و یاد داشته باشیم. در سیستم یو اس پی اس آی داریم و کی اس آی داریم که پی اس آی پوند بر انچ مربع هست و کی اس آی میشه کپ بر فوت مربع. البته پوند ما میشه که بر 1000 کپ و 1 کپ ما میشه 1000 پوند. بین فوت و انچ رابطه هست که 1 فوت ما میشه 12 انچ و 1 انچ ما میشه که بر 12 فوت. اینا رو باید یاد داشته باشیم، چون اگر اینا رو یاد نداشته باشیم مطمئن باشین که ما سوالای محاسبه‌ای مربوط به انجینری کانکریت و استراکچر و خلاصه هر چیزی که باشه یا استاتیک نمیتونیم حل بکنیم. البته حل میتونیم ولی مقداری که واقعا به دست بیان نمیآید. کلا اشتباه میباشه جواب. خب بریم پیش. در رابطه با پرابلمز اینجا هم پرابلم اول هست، میگه 2 نیوتن ما چند کیلوگرم میشه. پس دور خودش هم میمانیم تن. هر تن ما چند کیلوگرم میشه 1000 کیلوگرم. پس 2 ضرب 1000 کیلوگرم مساوی میشه به 2000 کیلوگرم. خب این بود پرابلم اول و این سولوشنش. خب در رابطه با سوال دوم میگه 2 پوند ما چند نیوتن میشه. پس دور خودش هم میمونیم. 1 پوند ما چند نیوتن میشه در بالا بود. خب 1 پوند ما اینجا در بالا هست. ببینید 1 پوند ما میشه 4.448 نیوتن. پس این قیمت ما در اینجا ذکر میکنیم. جوابش میشه 8.896. خب سوال سوم 5 فوت ما میگه چند انچ میشه. 1 فوت ما 12 انچ میشه. پس اگر ما به عوض فوت قیمتش بندازیم ضرب 5 بکنیم چند میشه؟ 60 انچ. خب سوال سوم تقریبا 30 انچ میگه چند فوت میشه. ببینین انچ، هر انچ ما برابر بود با 1 بر 12 فوت. پس اینجا میگیریم 30 ضرب 1 بر 12 فوت. البته این فوت باید در صورت بیاد. خب ضرب بکنیم میشه 2.5 فوت. خب سوال بعدی میشه میگه 1050 نیوتن بر 50 میلیمتر مربع چند کیلو نیوتن بر میلیمتر مربع میشه. که اینجا خود قیمت میمونه به عوض کیلو نیوتن قیمت 1 بر 1 کیلو نیوتن ما چند میشه. البته 1 نیوتن ما 1 بر 1000 کیلو نیوتن بود که در صورت ناشته میکنیم تقسیم بر 50 میلیمتر مربع و ایره فقط صورت محاسبه کردیم مخرج نه. اول اگر کلا ایره محاسبه بکنیم جواب کلی اینجا حاصل میشه. خب این هم بود درس سوم و تمام شد. خدا کنه یک چیز شما مخته باشین و اگر کدام سوال داشته باشین، اگر مشکل باشه پیشنهاد باشه میشه که در پایین ویدیو کامنت بکنید و یا هم راههای ارتباطی ما اینجا هم موجود است. خب زنده و سلامت باشین. الله حافظ شما.